میدونی چطوری ترکیبی کوتاه کنی؟ خب این آموزش خاص خودته. تا آخرش رو ببین و کیف کن. زهره باربر. برای شروع مو رو تا جایی که میخوام قدش کوتاه بشه اول رو موی خوش کوتاه میکنم و بعد از اون مو رو روی سرشور کاملا میشورم و خیس و نمدار میکنم. تقسیم بندیش هم همونطوری که میبینین قسمت بالای سر رو از کنار سر جدا کردم و قسمت پشت سر رو هم به دو نیم کره راست و چپ تقسیم کردم. اگه تا اینجاشو دوست داشتی لایکش کن. از قسمت پشت سر شروع میکنم به کوتاهی. از وسط سکشن ایجاد میکنم و با زاویه انگشتم گریجویشن رو در طول ایجاد میکنم. یه مثلث خیلی ملو. شوهای کششم هم محیطی، یعنی همه موها رو صاف مستقیم میکشم بیرون که در نهایت توی عرض به یک شکل مربع برسم. حالا میرسم به قسمت پس سر و اونو از تقسیم بندی جدا میکنم و شروع میکنم به کات. باز هم از وسط سکشن ایجاد میکنم، ولی این بار با زاویه انگشت 90 محیطی شکل طولیمو میسازم و شکل عظیمم مثل مرحله قبل مربع کار میکنم. راستی اگه کانال سابسکرایب نداری حتما سابسکرایبش کن، چون قراره کلی آموزش خفن واسط بذارم. وقتی که کاتم تموم شد با قیچی پیتاژ رو همون موی نمدار با قیچی پیتاژ 50% کار پیتاژم رو انجام میدم. پیتاژ رو میتونین در مرحله آخر هم انجام بدین، یعنی زمانی که مو رو خشک کردین و بعد از براشینگتون. خب بعد از اینکه قسمت پس سر رو کوتاهیش رو تموم کردم میام قسمت تاج سر. باز هم از وسط سکشن ایجاد میکنم، این بار اما زاویه انگشتم رو شکل سر یعنی 90 نسبت به سطح سر ایجاد میکنم. یعنی توی این قسمت مو بیشتر از جاهای دیگه خورد میشه. توی این مرحله شوهای کششم مثل دفعات قبل مربعه. خب میرسم به قسمت کنار سر. کنار سر رو هم طبق راهنمایی که از پشت سر دارم کوتاهیش رو انجام میدم با زاویه انگشت صاف یعنی 90 محیطی و شوهای کششم هم مثل تمام مراحل قبل مربع، یعنی همه موها رو صاف میکشونم بیرون و کاتش رو طبق الگوی برش هم انجام میدم. به رسیدیم به قسمت جذاب ماجرا، یعنی قسمت بالای سر. ببینین دوستان، قد جلوی مو رو با مشتری هماهنگ میکنم که میخواد تا کجا قد موش باشه و طبق همون ببینین با قسمت تاج سر کانکتش میکنم و طبق چیزی که مشتری از من میخواد پس زاویه انگشتم و همونطور که میبینین مثلث شیبدار کردم، یعنی زوایای گریجویشن رو اینجا به کار بردم. شای کششم هم طبق مراحل قبل مربع کار کردم. وقتی که کاتم تموم شد میام شکل خارجی رو یعنی اوتلاینم رو مرتب میکنم. نگاه کنین همونجوری که میبینید مو رو به سمت بیرون میکشونم و با زاویه انگشتم اگر جاهای اتصال برقرار نشده با هم دیگه اون قسمت ها رو کانکتش میکنم. کلا اوتلاین رو برای هر مدل مویی باید شما در انتهای کار انجام بدید. خب اینم از پایان کارمون. امیدوارم مفید باشه براتون. اگر سوالی داشتین حتما کامنت بذارین، جواب میدم، اونم با عشق. دوستتون دارم. خداحافظ.